بابا جان اگر مردها دندانهایشون رو سفید کنن جایزه چی باکی نداره. امروز مثلا در همون دکترخانه ها دندانها را با طریق بعضی داروها هست زنها و مردها میروند سفید میکنن، هیچی باکی نداره. لیکن بهترین راهی را که پیامبر برای ما تعلیم داده است این مسواک است. شما همون چوب مسواکی که هست وای مثلا از یک جهت اگر دندانا را سفید کند از جهت دیگر با طبابتی است وای طبابت هم میکنه. یعنی هرگاهی که ما آبی بگیم همون مسواک وقتی آب شما فرو میبریم وای در ریشه های دندانمون هم دندان سفید میکنه، هم ریشه هاش مستحکم میکنه، هم بوی دهان تا دور میکنه، هم برای حل کردن طعام فایده دارد، هم برای زخم روده هم فایده دارد. برای همین است که پیامبر گرامی برای ما تاکید کردن که اگر مشقت بر امتم نمیشید هر آینه امرشون میکردم که پیش از هر یک نماز اول دندانا را مسواک کنن بعد نمازشان خوانند. برای همین مدنیت دادرها خواهرای عزیز بیاین پیدا کنیم. ببین همون مردم هایی که در بیرون هستن ولی اونها فر نداره وای دین داره نداره، وقتی همون چوب مسواک سنجیده برآمدن که در درونش بی‌نهایت الیمنت های فایده‌ناک زیاده، همونها هم گرفته در دنداناشون هم را میمالن، هم را میگیرن دنداناشون را میمالن، دندانات سفید، دندانها را کرم نمیخوره. بینین گوشتای دندان فایده داره. شما یک بار در اینترنت هم درباره همین مسواک دارین، فایده های مسواک در همونجا بنویسین میبرد که چی فایده هایی داره. بین یک علف ما و شما میاریم چای میکنیم، همون خداوند در درون همون علف مقصد برای ما و شما یک فایده برای سلامتی من داده. این هم همون یک رستنی است، یک گیاهی هست که در مقصد همین ملک ما و شما میروید. بهترینش با در همین ملک ما و شما هست که در منطقه های شوراباد و در منطقه های مومین آباد و مثلا در همین منطقه ها همین چوب بسیاره، مسواک چوب شما از همین استفاده برای بهترینش همین است. چند جهت برای شما فایده دارد. هم در نماز تانم شما مسواک زنین اگر با ثواب نماز زیاد می شود. آیا زن در نماز پیش در آمده میتواند اگر بین خودشان باشد، اگر مثال یک 5-6 زنک جمع شده است میخوان نماز جماعت گذرانند، فقط رنگ مردها و یک کس پیش نمیدراید بلکه در همون صف خودشان میستن و خلاص اذان نمیگن، قامت نمیگن، الله اکبر گفتن نیت میکنه و دیگر نماز پیش بردن میگیره. فقط در صف میسته، در اون صف اول. استاد کعبه کدام سال ساخته شد؟ از طرف حضرت ابراهیم. برادرای عزیز در اطراف بنیاد کعبه بسیار بحث و مناظرات زیادند. حتی در اطراف این میگن تا 12 بار کعبه را برادرای عزیز مقصد بنیاد کردن، ویران شده است، بنیاد کردن. اولین باری که میگه حتی ساختنش اینها ملائکه ها بودن. بعد از آن حضرت آدم میگه با اثر نو با ساخت، بعد از آن با ویران شد با حضرت شیش ساخت، بعد از آن مقصد پیامبر خودمان ساخت، بعد از آن عبدالله ابن زبیر ساخت، بعد از آن حجاج ابن یوسف ساخت. خلاص همین خیلی میگیرن میگن تا 12 بار این خانه کعبه ویران شد و آباد شد. لیکن اگر از سوره مبارکه آل عمران بگیریم آیت 96 علای مهربان میگه این اول بیت وضع للناس. همین آیت شما نگاه کنید در آل عمران آیت 96 میگه از روی خبر قرآن اولین نفری که خانه کعبه را ساخته است این ابراهیم است. یعنی در زمانهایی که حضرت ابراهیم
حیات بودن، همین مقصد نفر سازنده همین خانه کعبه بودن. خب نفری گفته است که با شخصی که 2 یا 3 بار زنا میکنی و بعد او را با نکاح خود میدراری، نکاح درسته؟ وقتی که اکو زنا با زنی که زنا میکنی، خواه 1 باره، خواه 2 باره، خواه 10 باره، بعد از آن مقصد یکی الله مهربان بگیم دعا میکنی که خداوند توفیق میده، توفیقت میده و از همین راه بدت میگردی. زیرا این راه بسیار راه بد است برادران عزیز. زیرا هر کسی که دست به زنا زند، مشکلاتش در همینه که اولا بسیار زیانهای زیاده بر مالش و بر نزدیکاش می شود و بعدا بدی زنا در همینه که همین کاری را که در حق دیگران روا دیدی، همین را تو از فرزندات، از عائله خودت، ای فرزندات، ای دخترات، ای همون نزدیکات، همین کار حتما میبینی. برای همین بسیار یک کار زیشتی هست. برادرها و خواهرای عزیز، از این کار دست کشین. بسیار کار مشکلی هست، بسیار کار شرمندگی هست. این یک. دوم، وقتی که به سر یک خلاصه آمده که مقصد الله مهربان تا امروز من دست به این جنایت زدم، به این کار زیش زدم، مرا ببخش، و همون زن وقتی که میخوای نکاح کرده بگیری، درسته. یعنی میتونی که نکاح کنی، بعد نکاح کردن بعد برای تو خواب و خیزی که با او میکنی همش حلال میشود. دیگر زنی بگیم نکاحی و زنی حلالی شما میشود. یعنی درسته که با او شما حتی اگر به شرط با او زنا هم کرده باشی، حامله دارم شده باشد، حتی حامله دارم شده باشد، مادام حملش نسبش معلومه، یعنی میدونی که از خودته، همون را در همون حالت حاملگیش اگر نکاح کنی و انا بگیری هم درسته. یعنی در حالت حاملگیش هم نکاح هم درسته، هم خوابگیت هم درسته. فقط این فرزند بگیم که انا حلالی حساب نمی شود. ایرا ولدی زنا میگن در مردم ما. یعنی در شأن همون فرزند یک عیبی را شما مقصد گذاشتین، لیکن وای فرزند است، وای حکم فرزندی داره. پگه اگر مردی هم همین فرزندم با حق میراث بردن از تو داره. همین فرزندی که اگر چنده که بینیکا در بطن مادرش پیدا شده است. لیکن اگر با یک صورت دیگر، اگر یک مرد یک زنی را میبیند که حامله داره انا، لیکن نسبش معلوم نیست ای کیه، یک نفر میخواد که همون را نکاح کنه بگیره، نکاحش درسته لیکن تا تولد کردن اون فرزند همخوابگی نادرسته با او. بابای حاجی ما 5 ماه پیش خواهرمون رو به شوهر دادیم. بعد 5 ماه به خانه خبرگیری آمد. پدرم با او دعوا کرد که در این 5 ماه شوهرت مرا نطلبی، به خانه اتان، تو دیگر به نزد شوهرت نمی روی. ما برادرها او را به خانه شوهر روان کردیم. خواهرم حاضر بسیار غمگین است، میگوید که پدرم مرا دعای بد میکند. استاد شما چی مصلحت میدید؟ ما کار درست کردیم یا نه؟ فکر میکنم سوال فهمیدین که یک خواهری که بعد 5 ماه مقصد بعد 5 ماه شوهریش خانه پدر خبرگیری میاد، پدر گیله میکنه که در همین 5 ماه مرا تو مقصد دعوت نکردی، برای مقصد دیگه خانه شوهرت نمیره، به خاطر که اونها مرا دعوت نکردن. لیکن فرزندها بردن در خانه شوهرش گذاشتن. آیا همیشه کار پدر درسته یا کاری فرزنداش؟ من آفرین میگم با او فرزندایی که این کار خیر انجام دادین. الله برکتتون تید که همون بزرگی میگه به عقل نه به سال. بینین؟
یعنی هست آدمی که سال بلند داره و عقل همون فرزنداشو نداره. از این لحاظ دادرای عزیز شما بسیار کاری نیکی کردین، بسیار کاری ثواب کردین و بر این گونه پدرها من اینقدر گفتنیم که طلبیدن پدر، طلبیدن مادر، اینها به گردن شوهر، به گردن داماد نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است. برای همین این مسئله و مسائل را پدرها و مادرای عزیز بیاین مقصد یک گویم پرابلم زیادی به سر فرزنداتون نیارید. من امروزه هر یک مردکی که همون زنش احترام میکنه به قدر همون زنش میرسه، لیکن خسرش خشتامانش مقصد نمیطلبه، دعوت نمیکنه. من میگم هزار رحمت بر اینها، خداوند خیرشون تید. همون خسر خشتامان هم باید در حق همین فرزند دعا کنن که زندگیش با دخترش نیک کرده. برای شما دعوت چی در کاره؟ او خانه فرزند تای میتونی به حضور هر روزک بگی دستی زن تا میگیری، دست یا رفیق تا میگیری، دست یا دگانه تا میگیری، بیا بچم خانه دختری ما یک خبرگیری بری، برای دختر تا خبر بگی. شرط نیست که برای تو با یک روزی دیگر معین کنن، شرط نیست که برای تو با این قدر مبلغ شرایط مثال صرف کنن. خیلی مشکلات را به سرای فرزندای خودتون نیاری. همین کارها ببین اگر همین دختر گپی همین پدر را میگیرید زندگیش ویران میشید. حیران میشم چخیل عقله که در حق همین دختراتون زندگی همینا شما اینقدر کوتاهی میکنین، اینقدر مقصد بفهمی و اینقدر زامین میکنین خداتون در حق فرزنداتون. همین فرزندا از همین حساب بعد دلخنک میشن. بین وای دیگه علاقه شوهرش از تو بلند دانست. در اینجا کمبودی از پدر شدگی. برای این مادرها و پدرها این چیزها را به سر فرزندا نیارین، فرزندا را طعنه نکنین، یا مقصد در پیش مردم هیچ وقت نرین که اینا دختر ما 5 ماشین برده است، 7 ماشین برده است، ما را یک بار فیراد نمیکنه. این فیراد کردنش مقصد باز میگم از نگاه دین یگان معنی ندارد. شما توانین ای پیش خطام برآمده رفتن بگیرید، بهترش این است. خوش به حالتون دادر عزیز، کاری خیره کردین. او دعای بعدی را که پدر در حق فرزند میکند انشالله از این گونه دعاها شما نترسین، زیرا این دعاها در موضع خودش نیست، یعنی یک دعای بی محل.